آیا ما از این خبر داریم؟ بر اثر طوفانی سخت کشتی غرق شد و تنها مرد با طور معجزه آسان نجات یافت و خود را به ساحل جزیره رسانید. چند روز گذشت. مرد اطراف جزیره را دور زد اما کسی را نیافت. او با هزاران زحمت از چوب برای خود قلبه ساخت، یعنی جایی زیست. روزی که برای تهیه آب و گیاه به جنگل رفته بود، قلبه‌اش آتش گرفت. هنگامی برگشت با کمال ناباوری دید که قلبه‌اش به خاکستر تبدیل شده است و وقتی بد خود لعنت فرستاد و از خداوند گله کرد و گفت: خدایا، من را در این جزیره زندانی کردی و من با هزاران زحمت برای خود قلبه ساختم و همان هم به خاکستر تبدیل شده است. مرد زیاد شکایت کرد و چون خسته بود با همین افکار خوابش برد. صبح با صدای کشتی از خواب بیدار شد. بله، آن مرد نجات یافته بود. وقتی که سوار کشتی شد از ملاح یعنی کشتیران پرسید: چگونه پی بردید که من در این جزیره هستم؟ ملاح گفت: من آن آگاهی را که با دود روانه کردید دیدم و پی بردم. پس در هر کاری خداوند حکمت نهفته است، اما ما و شما از آن بخبریم. عزیزان، این حکایه را با دوستانتان پهن کنید و اگر این نوار با شما پسند آمده باشد پس به صحیفه ما ابونه شوید تا که از نوارهای نو و فایده‌ناک ما با خبر باشد. تا دیداری آینده.